همداران عزیز سلام علیکم. امروز 30 می سال 2025 قرار دادیم در مغازه دهقان واقع در گردش گلبوته کاروان مغازه فروش زرخیمیکات ها و دیگر موادهای ضد حشراتی و ضد کسلی ها اوید با خواجگی های دهقانی خواجگی قشلاق. من امروز آمده از اینجا برای انگور خریداری نمودم. دوری ایمپکت سوپر ایمپکت بوده است. این در 15 لیتر آب 10 گرم اندازه از این و باز خریداری کردم دوروی کانفیدور خاککی هست. کانفیدور آبکی، این کانفیدور خاککی برای 50 لیتر آب. این نابود میکند هر گونه حشرات و همه گونه قریب حشرات رو نابود میکند. شیره و کنه و همه برای پخته و برای ملخ و برای چیزی خواهید. این برای 50 لیتر آب همین کانفیدور بسنده است. باز من خریداری کردم، اینش رو خریداری نکردم، اینش رو تحفه دادن. نامش سلطان بوده است. این تبلتکه هست، یک تبلتکش برای 50 لیتر آب. دو تبلتکه اینجا هست و تبلتکه گیر است. این ریگولاتور روست میگن، یعنی که میوه رو کلان میکند. این یکم ضرر به انسان ندارد، یکم حشرات رو نمیکشد، یکم آدم رو ضرر نمیکند. این فقط میوه رو همینطور رو خلاصی که دوزش رو بسیار نکنید که بعد میوه رو اورود میکند. لیکن دوزش خودش رو اگر زنید میوه رو خوش صفت میکند، خوش رو میکند. بعد یک تا تخفیف داشتن در این مغازین. اگر دو دورو گیرید، من دو نمو دورو گرفتم، یک تا ویتامین گومی میکس تحفه میکنند که این هم 40 سومون میستد. اینو تحفه کردن برای گل برگ میزنید و در ریشه بریزید. این هم ویتامین است، یکم ضرر ندارد، فایده ناک است. همدیگر عزیز، من تلفن هم مغازه رو در بالای نوار میمونم و کدومی در کار شد اومده از همینجا خریداری کنید. در اینجا هست همه گونه ویتامین ها، همه گونه زهر خیمیکات ها با مقابل کسلی ها. در اینجا هست همه گونه زهر خیمیکات با مقابل حشرات ها، حشرات های مکنده، حشرات های بابت این چیزی هست، حشرات های دیگر خیلی هست. همین چند نمود که خواهد اینجا باز یک مصلحت مفید هم میتیند به شما. در اینجا هست با تجهیزات ها برای محافظت دوروزنی. ببینید ماسک هست، خلط ها هست. من یک چیز دیدم و اینجا اینها این کلچه برای پیوند هستید. از این کلچه من یک تا میگیرم، من کلچم رو گم کردم هست. من این خیلی دورو با مقابل مشک ها. خلاصه گپ چیزی خواهید از همینجا میابید دلتون. ویتامین ها در حجم های کلان. من این تخم گشنیش، تخم اکروب، تخم پیاز، لبلبو، کدو، ترک، سبزی، ردیسکا. خلاصه گپ قریب همه چیزتون رو از همینجا یافته شما گرفته میبرید. همداران عزیز، در پناه خدا باشد، باش همه شما موفقیت.